دیگه نمیتونم کجا از بریم پیشتر ببینید که از پلیس پایین ما کرده یا از پلو طرف پایین کرده. از نزدیکتر ببینیم کوچه برای من قسم ناشناخته ورست رو برای مایاسینی سنتر شما در تصویر میبینید که دیگه حتما این طرف پل هستیم. منظور از که آخر پل دیگه هم تو بریم دوستان عزیز برسول به طرف او بخش طرف سرک بیربار نداره. اینی بخش بسیار بیربار است که طرف باسین زدران میشه و او طرف دیگه بخاطر فروشگاه و چیزی نیست بیربار نیست. ما دیگه در خود سر پل کوته سنگی هستیم. نه معلوم است موتر کدام سو میره، نه موتورسایکل، نه مادم، نه کراچی. به قسم گدودی است که بسیار وحشتناک. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، در کوته سنگی شهر کابل هستم. موتروان یک جای ما را پایین کرد که یکی از کوچه هست دیگه نمیتونم کجا از بریم پیشتر ببینید که از پلیس پایین ما کرده یا از پلو طرف پایین کرده. از نزدیکتر ببینیم کوچه برای من قسم ناشناخته ورست رو برای مایاسینی سنتر شما در تصویر میبینید که دیگه حتما این طرف پل هستیم. منظور از که آخر پل دیگه هم تو بریم دوستان عزیز برسول به طرف بالا بسونم لباس های زنانه و چادر و چیزا رو میبینید. کوته سنگی هم به شدت بیربار است و بله دوستان عزیز این طرف کوته سنگی پایین شده دیگه اینجا رو تازه کنده بودن دوستان عزیز. حالا این فروش میکنن دوباره لوله بود یا هر چیزی که بود کارش تمام شده. پیاده رو دوستان عزیز به خاطر اینکه هم بیربارش یک ذره زیاده است و هم یک ذره جنجال برانگیز است. داخل پیاده رو به پیاده رو واسطش نمیریم. نیم پیاده رو که ساده که دیگه تازه دوباره پر شده اینجا حرکت میکنیم. باز میبریم بالای پل. از بالای پل هم تو پیش میریم دوستان. بازار کوته سنگی کاملا خوب سعی بیربار داره. بازار دیگه چند بار دیدیم دوستان عزیز ضرورت نیست بازار بریم میریم از سر پل میبینیم این پیاده رو پل هست و یه کارگر نیستن البته موچی هست. بازار رو ببینید دوستا مردم خرید میکنن. خوب جوان جوش داره. یعنی احتیاط یک مقیمت میکنه دیگه اگر نه بازار کلن معلوم میشه. بازار کوته سنگی است بالا. اینه چی حال از دوستان عزیز. میام دیگه پل کوته سنگی دوستان عزیز بالا میشیم. این طرف هم شیرزوی موبایل یا شیرزوی موبایل اسمش شیرزوی خبر چکست. میام تاکسیا مارکت دوستان عزیز که حرکت فروشی و کامپیوتر سازی ها و یا چیزای کوته سنگی در این مارکت است. بسیاری کسا بلد نیستن. بازار ببینین بازار دوستان عزیز ببینین چی رنگ بیربار است. چی حال از کوته سنگی. اگر نه سر عید است نه سر رمضان حال است که بعدا رمضان شود چه قسم بیربار شود.
شما حال ببینید وضعیت ببینید وضعیت. خب دوستان عزیز همونطور سلو با پیش میریم. شما خودتون دیواره ببینید که چی حال است و چه قسم دیواره دیگه. کم کم سر پل میرسیم. سر پل هم ببینید شما خودتون کوته سنگیره. نامعلوم است موتر کدام سو میره، نه موتورسایکل، نه مادم، نه کراچی. به قسم گدودی است که بسیار وحشتناک. ببینید میام زیر پل کوته سنگی دوستان عزیز که از جا دیگه زیاد رفتیم ما و شما. میربار به اندازه زیاد است دوستان. خب دوستان عزیز ما متصل به پیش میریم. میربار زیاد است خصوصا در اینی بخش. او بخش طرف سرک میربار نداره. اینی بخش بسیار میربار است که طرف باسین زدران میشه و این طرف دیگه خب فروشگاه و چیزی نیست، میربار نیست. ما دیگه در خود سر پل کوته سنگی هستیم. ببینید این هم خود کوته سنگی دوستا. باید از سلو نشان بدم که خل شد. ببینید این از پایینش. خوب دوستان عزیز میبینید مردم از میان حساب میکنن که بزرگ خراب میکنن سیلام میکنن و همونطور میرن. چرا پل قدر ویربار هست؟ پل اگر نیم قدر دیربار نمی باشه. درشون دیگه لوحه ها زدن معلوم نمیشه و قدر. اما اگر دیدیم دیربارش هم دیدیم کل چیز دیدیم دوستو. دیگه بیا که بس بریم پایین تر ببینیم در پایین چی هست و چی نیست. بیام از این طرف پل دوستا. این طرف پل در حال ساخت ساز بود و قدر کرده شماره چون نیست ایجاد موترها هست. دیگه از پل کم کم پایین میشیم. چیز دیگه نداره دوستان عزیز. انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان. Tira paz, tira paz, tira paz.